و هنگام خانه‌داری از عاقبش اراده نزدیک شوی را کرد. آن زن در برابر خود این فعلش را انکار کرده به او گفت: ما را تنها از یک جانب نزدیک می شدند، تو نیز همچنین کن و یا از من دوری جوی. هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. ما بعد، چگونه خانه‌داری نمودن زن؟ به شوهر جایز است که همخوابگی کردن در فرج همسرش از کدام جهتی که خواهد، از قفایش یا از پیشش، طبق گفته الله تبارک و تعالی: زنهای شما کشزار شما هستند، هر گونه‌ای که خواهید به کشزار خود درآیید. سوره بقره آیت 223. یعنی از پیش یا از قفا، و در این مورد احادیث‌های زیاد وارد شده است. با ذکر دو تای آن اکتفا میکنیم. اول از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت: یهودی ها میگفتند که اگر مرد زنش را از قفای او در فرجش نزدیک شود، فرزند چشم قاج میبراید. سپس این آیت نازل شد: زنهای شما کشزار شما هستند، هر گونه‌ای که خواهید به کشزار خود درآیید. پس از آن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: از پیش یا قفا هر وقت که این کار در فرج اجرا شود. روایت بخاری و مسلم و نسائی. حدیث دوم از ابن عباس رضی الله عنه گفت: محله انصاریان که از جمله بت پرستان بودند، با همراه محله یهودیان که اهل کتاب می باشند با هم می زیستند و انصاریان در برابر خود به آنها اهل کتاب فضیلت در علم و دانش می دادند. از همین جهت به بیشتر عادتهایشان اقتدا می کردند. و از عادت اهل کتاب چنین بود که با زنهایشان تنها از یک جانب نزدیک می شدند و این فعل را از برای زن پاکتر می پنداشتند. محله از انصاریان این عادت را از آنها به خود گرفته بودند. محله قریشیان باشند، با زنهای خود نزدیک می شدند از عاقبهایشان. نزدیک شوی ناپسند و لذت می بردند از آنها، از عاقبهایشان، از پیشهایشان. سپس چون مهاجران به مدینه آمدند، یکی از مهاجران با زن از انصاریان ازدواج کرد و هنگام خانه‌داری از عاقبش اراده نزدیک شوی را کرد. آن زن در برابر خود این فعلش را انکار کرده به او گفت: ما را تنها از یک جانب نزدیک می شدند، تو نیز همچنین کن و یا از من دوری جوی. این امرشان طولانی شد تا آنجایی که مشکلشان بزرگ شد. خبرشان به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسید. سپس الله تعالی این آیت را نازل کرد: زنهای شما کشزار شما هستند، هر گونه‌ای که خواهید به کشزار خود درآیید. یعنی از پیششان و از عقبشان و به پشت خوابیده، به آن معنی که این کار از مکان برآمدن فرزند انجام شود. روایت ابو داود و حاکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.